آموزش بخش معرفی دسترسی کاربران. در برنامه همای حسابگر امکان معرفی کاربر و اعمال دسترسی به فرم‌ها و منوها برای کاربر وجود دارد. برای معرفی کاربر از قسمت اطلاعات پایه، مدیریت سیستم، معرفی استفاده کنندگان وارد فرم مربوط می‌شویم. در ابتدا برای ورود برای تایید صلاحیت نام کاربری و رمز عبور ادمین را از شما می‌خواهد که به صورت پیش‌فرض نام کاربری ادمین و پسورد 6 تا عدد 7 میباشد. در پنجره استفاده کنندگان رمز ورود شما می توانید با استفاده از دکمه جدید کاربر جدید ایجاد کرده. در این فرم در قسمت نام استفاده کننده نام یوزر جدید خود را وارد می کنید. در قسمت نام کامل کاربر خود را وارد کرده. در قسمت گروه مشخص می کنیم وضعیت این یوزر به چه صورتی می باشد. اگر گروه سوپروایزر رو انتخاب بکنیم این یوزر یک یوزر با دسترسی کامل می باشه و نمیتوان محدودیتی برای این یوزر قائل شد. اما اگر از بین گروه‌های 1 تا 6 یک گروه را به یوزر مورد نظر اختصاص دهیم بعد می توانیم برای یوزر مورد نظر دسترسی اعمال بکنیم. در گزینه وضعیت فعال یا غیر فعال گزینه فعال را انتخاب می کنیم تا یوزر مورد نظر برای ما ساخته شود. اگر یوزری داشته باشیم که دیگر در سیستم ما وجود ندارد و بخوایم غیر فعال بکنیم می توانیم گزینه غیر فعال رو انتخاب کرده و این یوزر غیر فعال می شود در سیستم. گزینه بعدی رو میزنیم. حال رمز عبور یوزر مورد نظر رو تعریف میکنیم. در قسمت رمز جدید رمز مورد نظر و در قسمت تایید رمز همون رمز رو دوباره تکرار میکنیم. گزینه تایید رو میزنیم. یوزر مورد نظر برای ما ایجاد شد. در قسمت منوها ما میتوانیم برای این یوزر محدودیت قائل شویم. در قسمت پایین منوها عملیات روزانه، اطلاعات پایه، ویرایش، شرایط، گزارشات، هر آنچه را که در سیستم حسابداری همای حسابگر مشاهده می‌کنید در این قسمت می‌بینید. برای محدود کردن این یوزر می‌توانید در قسمت دسترسی گزینه عدم دسترسی را انتخاب کرده این یوزر دیگر منوی اطلاعات پایه را به صورت کلی نمی‌بیند. اما اگر نه ما بخوایم در اطلاعات پایه گزینه‌های خاصی را برای یوزر غیر فعال بکنیم اطلاعات پایه به صورت سرگروه را دسترسی کامل و گزینه‌های زیرگروه آن را عدم دسترسی می‌دهیم. همچنین شما می‌توانید محدودیت روی بقیه منوها داشته باشید. در قسمت کاربران داخل برنامه شما می‌توانید مجموعه کاربران موجود و در حال استفاده از برنامه همای حسابگر در این سیستم رو ببینید و هر کاربری رو که خواستید اخراج بکنید گزینه اخراج رو می‌زنید و این کاربر از برنامه همای حسابگر خارج می‌شود. برای تست یوزر ساخته شده دوباره وارد برنامه می‌شویم.